اگه میخوای من تهیه کنندت باشم این موضوع نمیگیره. ببین تو ایران اگه میخوای فیلم جایزه بگیر باشه تو جشنواره پخش بشه باید سیاه اجتماعی باشه، تلخ سگ، بدبختی محض. میدونی چی میگم؟ میگه سگ تو سر گربه بزنه، این آکتورها اون وسط هی تو سر گله هم دیگه بزنن، زجه بزنن، گریه کنن، آخرش هم یا با هم خیانت کنن یا همدیگه رو بکشن. به خدا ببین یه خرط و الاغ کیوت میخوام باشه. یعنی زن و مرد وقتی از سینما میان بیرون یا باید روانشون رنده شده باشه یا باید به همدیگه شک کنن که دیگه به همدیگه خیانت کردن. به خدا سینما ایران اینجوریه. خب الان ایده یه خطی داریم؟ ببین فیلمنامه یه جوری باید باشه خانواده وقتی از سینما میاد بیرون رب شده باشه، روانش له شده باشه. ببین مثلا فرض کن یه جوونی رو در نظر بگی، مثلا شهرام خیلی فقیر، انقدر فقیر معتاد میشه، خب بعد هی این اعتیادش رو از باباش پنهان میکنه تا اینکه به آخرای فیلم نزدیک میشیم. آخرای فیلم شهرام نسخ میشه، نمیتونه تحمل کنه، میره تو پارک که از ساقی محلشون مواد بگیره، برمیگرده ساقیه میبینه باباشه. باباش در واقع چرا میخندی؟ فیلم جدی تلخه. میبینی که باباش در واقع تمام این مدت ساقی علف و گل بوده، یعنی تمام این مدت شهرام با پول علف و گل بزرگ شده. همین؟ نه دیگه، یه سکانس آخر میمونه. سکانس آخر شهرام متوجه میشه که بچه واقعی باباش نیست، باباش هم بچه واقعی خانواده‌اش نیستن. اینا در واقع چند نسل همینجوری هی به دنیا میان. حالا اسم فیلم چیه؟ تو پارک باباتو دیدم شهرام. ببین الان تو جشنواره‌های خارجی همینا جایزه میگیره. ببین یه ایده دیگه هم میتونیم در نظر بگیریم. یه پیرزنی، خب اینم باز فقیره دیگه، هم فقیر هم معتاد، کل این دوتا باید تو همه فیلم‌ها باشه. یه پیرزن فقیر و معتاد که یه گربه داره، گربه پیره، گربه هم معتاد میکنه. بعد از یه مدتی گربه به صورت خیلی نامعلومی خودکشی میکنه. بعد پیرزنه میره ایستگاه مترو دروازه شمیران، خودشو میزنه زیر این قطار قرمزا. بعد باقی مونده پیرزنه میپاشه تو دوربین، تیتراژ میاد بالا. اسمش ناگهان گربه.